ما در جامعه ما دو نوع مریضی ها داریم. یک در مریضی های مردم است که به عبادت ریش روی نمیارن. یک در مردم مریضی هایشان اونایی است که به عبادت های نیم کلا و ناقصی که دارن باز مغرور میشن. ابن قیم رحمه الله میگه او انسانی که در نتیجه عبادت مغرور شود بدتر از او انسان گناهگار است که در نتیجه گناه خودش قلبش بیدار میشه. تعبیر جالبه میکنه، واقعا همون رقم هست. اما ما حالت های عبادی ما چه رقم هست؟ پیامبر ما قدر عبادت میکرد الله متعال، باز وقتی ازش پرسیده میشه که یا رسول الله هم عبادت فرضی نیست، سرش عبادت نفلی است، فقط یک جمله جواب میده: آیا بنده شکرگزار الله نباشم؟ آیا حقیقتا ما همین ذهنیت در نماز خود داریم؟ همین حس داریم؟ همین عواطف و احساسات و همین معنویت از نماز میگیریم؟ متاسفانه ما گاهی وقتا نعوذ بالله میخوایم که سر الله چی کنیم؟ غرور بکنیم. و می خاطر غرور همین رقم است. نه انسان هایی که در نتیجه عبادت مغرور میشن، به این خاطر مرضشان هلاک کننده تر و کشنده تر است که این غرور در مقابل الله است. یعنی که یک نفری که خودت تو میگه که دیگه الله را ما عبادت کردیم، الله نعوذ بالله منت گزار عبادت ما باشه، در حالی که هیچ کس هیچ مخلوق استحقاق عبادت الله را ادا کردن نمیتونه. و مخاطر رو دعای پیامبر صلی الله علیه و آله شما شنیده باشین که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه پروردگار من نمیتونم تو را به اون شکلی که مستحق عبادت بکنم. همین رقم وقت عبادت هم میکنه، بعد از او استغفار طلب میکنه از الله متعال. ارسطو در مورد زن میگوید که زن تنها برای زاییدن است. او تنها موجود زشت است که طبیعت را به وجود آورده. افلاطون در مورد زن میگوید که من متاسف هستم فرزند یک زن هستم و از مادرم چون زن است خیلی نفرت دارم. سقراط میگوید زن یک درخت زهرآلود است، ظاهرش زیبا، اما اگر پرنده از آن درخت بخورد میمیرد. ژان ژاک روسو میگوید زن برای علم و حکمت خلق نشده، بلکه تنها برای سیر کردن غرایز مردان است. نیچه مفکر غربی میگوید زن در بهترین حالت خودش یک حیوان است، مثل شادی، سگ یا گاو. داروین میگوید زن برای سرگرمی است کمی بهتر از سگ است. از نظر یونانی ها زن یک درخت زهرآلود است. از نظر بودایی ها زن وسیله فریب. از نظر چینی ها هم زن فروخته میشه یا در جای قرض پرداخته. نزد هندوها وقتی مرد بمیرد زنش باید با او یک جای سوزانده شود. در یهودیت تعریف شده امروز زن تلخ است و مرد صالح است که زن نداشته باشد. مسیحیات در انجیل خود امروزه ایره دارند که زن حق حرف زدن ندارد و باید ساکت باشد. این نگرشی مردم بر زن است. اسلام عزیز آمد و به زن کرامت بخشید، اما کسانی امروز به اسلام حمله میکنند و مدام از اسلام بد میگویند. در مورد زن هیچ حرفی در مورد افلاطون، ارسطو و هیچ حرفی درباره سقراط